اما سه تن دیگر از مبلغین چهره به چهره، آقای مهدی بزرگمهر، سلام بر شما، خوش آمدید. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. و آقای مهدی زاهدیان، سلام بر شما. علیکم السلام. و جناب آقای حامد امامی نژاد روحانی محترم. سلام آقا جان، بنده و همکارانم پری دریایی، عروس دریایی و بنده هم باجناق دریایی هستم که ما همه مبلغین چهره به چهره یا همون روحانیان ساحل هستیم که به ارشاد برادران آبجیها و آبزیها در کنار سواحل کشور میپردازیم. شما تا حال غیر از این مأموریت و مسئولیت و رسالت تبلیغ برای تفریح هم رفتین با لباس به ساحل؟ نه نشده تا حالا که با لباس برای تفریح ساحل نرفتیم. شما چطور؟ موقعیتش پیش نیومده ولی انشالله از این پس اینطور خواهد. بله برای تفریح انشالله. یعنی اجتنابی نداری؟ نه چه اجتنابی داره؟ من خودم هر بار که میرم یه تنی به آب میزنم، حتما تو سر خودم که هستی میبینید لاستیک زاپاس همه بالا سر ما هسته، میندازیم میریم دبی. با لباس؟ نه خیر، با توکل به عنایات مقام عظمای ولایت. آره ایشونو میآوردن عقب‌تر. رو آب بخندید. خب معلومه با لباس میریم دیگه. از این مایه‌های آستین بلند ویژه روحانیت هسته، اونا که ما اونا رو استفاده میکنیم. بابا جان، روحانی ساحل دستاورد مقام عظمای ولایت در سال اقتصاد مقاومتی هسته و بارا که چی اینو گفتم هسته که میگن ژاپنیا روزنامه منتشر میکنن که بعد از خوندن مکارن سبز میشه، یعنی روزنامه رو مکارن سبز میشه. ما هم روزنامه چاپ میکنیم، قبل از خوندن توش سبزی پاک میکنیم. اینا همه مظاهر اقتصادی هسته، اینا هم مظاهر اقتصاد مقاومتی هسته. چرا به اینا نمیخندی شما؟ این در میان مردم بودن، نه اینکه نیستید، در ساحل میان مردم بودن که خیلی هم رایج و متعارف نیست، چه ثمرات و نتایجی داره؟ حالا هر کسی دوست داره بگه. نه من خودم میگم خیلی مثمر ثمر هسته، خیلی مثمر ثمر هسته که هم برای ما هم برای مردم. ما که خودمون سیر آفاق و انفس میکنیم، مردم هم روحانیت رو چی؟ اسکل میکنن، میزنن رو دبه، ما وسط براشون میرقصیم. به اسم شنایات دادن ما رو میبرن وسط دریا، کلمونو میکنن تو آب، کلمونو میکنن تو آب. میگن اینجوری شما شنایات میگیرید. اونا دارن به ما میگن. البته ما که یاد نگرفتیم، اما اونا خیلی حال میکنن، خیلی. یعنی روحانی فقط وقت مرثیه و سوک نیست که هست، وقت شادابی و فرح و نشاط و بهجت هم هست. ات ممیری از این کلمه استفاده نکنی، نه ذات و ریه هم میشه از این کلمات استفاده نکنی. بهجت، سوک، خب همین بهجت و سوکه که ما رو بابای ما رو در آورده دیگه، باعث شده قیافمون بشه عین اون دوزای دریایی. البته من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، دوستان بدونن روحانیت مثل کفش ملی میمونه، زود از ریخت و قیافه میفته اما مرگ نداره لامصب. شما حجت الاسلام جنتی رو نگاه کن. جان نه آقا، حجت الاسلام جنتی رو نگاه کن، بشوره بپوشه، همه سایز، همه جا، چقدر کردن، مرگ نداره. من دارم به شما میگم دیگه. فقط دنبال حضورین بودن که البته با خودش پیام‌هایی به همراه داره. بله، ما فقط دنبال حضور هستیم، فقط. یعنی همان حماسه حضور روحانیت در ساحل. ما از این حضورها زیاد داریم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا یه روحانی داریم، روحانی جاده، پشت کامیونش نوشته رفیق بی کلک مقام عظمای ولایت. بعد که میری تو کابین کامیونه که نگاه میکنی میبینی عکس بسنتی هسته، عکس هندی هسته که بار کامیون چی هسته؟ تایراک هسته. این پیام خودشه داره برای ملت ما. با سلام به مقام عظمای راحل، عرض به خدمت شما این است که ما روحانیان ساحل هستیم که اینجا برای ارشاد جوانان اینجا خدمت شما هستیم که همین چند دقیقه پیش یکی از شهر ونیز آمده بود، بعد به من برمیگشته و گفته که این سواحل شما خیلی خوب هسته، خیلی پاک هسته، اما شهر ما رو ندیدی، یه شهر هست کلا روی آب. که منم گفتم که بابا خفه بمیر، اینجا با صدقه سر مقام عظما و برجام این مملکتی هست کلا رو هوا. بله، در راستای ولایی کردن سواحل اینجا ما تدابیر بسیاری اندیشیدیم و روحانیت خیلی داره کار میکنه. مثلا همین موجودات آبزی هست اینجا، موجودات آبزی که تو دریا هست، زیر دریا هست. ما اینجا مثلا عروس دریایی رو چی از ارمایی جدا کردیم، گفتیم کامل کوسار چی از هم جدا کردیم، گفتیم نمیتونید شما دو تایی با هم دیگه چی هست که از اون دو تا اسبابی رو تذکر بده کجا داره چیکار میکنن آخه اونجا.
اون اینه به خودم میام. آقا ببخش من خدمت شما میرسم که آقا اونو تذکر بده. آقا این تذکر بده که من یکی از مهمترین چیزها که توی مملکت الان جمهوری اسلامی 37 سال از انقلاب گذشته با همه این حرفا با آقایون روحانیون بر نخوره. خیلی ببخشید بنده به عنوان یه فرد غیر روحانی عرض میکنم یکی از مهمترین نیازهای ما شیخ در دسترس است. احسن واقعا من میخوام به شما خدمت شما عرض بکنم که مشکل اصلی همین شیخ در دسترس هسته، نه مشکل اقتصادی هسته. بعضیا همچین اخبار اقتصاد رو دنبال میکنن انگار تمام دارایی‌هاشون تو بانک‌های سوئیس چی بلوکه شده. یارانت بگی بابا چیکار به کارا داریته؟ اصلا مشکل اصلی همین شیخ در دسترس هسته. باید به جایی برسیم که هر ایرانی یک آخوند در دسترس داشته باشه تا بتونه ارشادش کنه. تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خانه، آشپزخانه، WC. حالا سوالش به ما افتاده. روی آب، زیر آب، با کوبا، بی کوبا، همه جا همه هسته. یکی از رفقا میگفتش که رفتم فیلم محمد رو ببینم دیدم حاجی فلانی هم آمده منتها لباس تنش نیست. لباس تنش نبوده؟ یعنی اصلا یعنی او آخوند سائل بوده دیگه بی لباس اینا آمده اشتباهی. آخوند سائل بوده بی لباس اومده اشتباهی بردن سینما. من میدانم دیگه الان در بحث ازدحام مبلغین چهره به چهره این اتفاقا میفته. حالا خوبه اون بی لباس رفته تو سینما تاریک بوده کسی که نه چیز نشده دیگه. حالا من یه چیز خدمت شما عرض بکنم. ما رو یه بار با لباس شنا اشتباهی بردن نماز جمعه که اونجا ما از اول تا آخر 2 تا خطبه با همون لباس رفتیم. یعنی بهجت ملت در آمد از بس که حالا یه خاطر دیگه ایزه من بگم با این خاطر تموم کنم چون وقتمون تموم شد. تو هم خفه بمیر ببینیم بابا مرتیکه پاچه خار. یک آخوند استدیو هم من باید براتو بزنم جا حالت جاد بیاره که قشنگ ارشادت بکنه که آره. آقا یه خاطره من خدمت شما عرض کنم. آقا یه بار دم ساحل ما رو کلی آب دادن یا حالمون خراب شد. بردنمون تزریقاتی که آمپول بزنن آقا یه رفتیم آمپول بزنیم دیدیم 6 نفر ریختن بالا سرمون. برگشتیم نگاه کردیم اینا کیان؟ آقا اینا کیان؟ گفتن اینا کارآموزن اومدن یاد بگیرن. سریع بلند شدم عبا و عمامه رو جمع کردم گفتم اومدیم تزریقاتی نهضت سوادآموزی نیست که جمعیت رو برگشتن. والا به خدا حالا هسته که خدا چه هسته که